پلاستیک جمع میکنی؟ چی میکنی پلاستیکا رو باز؟ میسوزانیم. صنف 5 مکتب هستی؟ نه صنف چند؟ ما مکتب نخوندیم شامل نکردیم. چی میکنی پلاستیکا را؟ میسوزانیم. من وقتی یک دانه کارت میتم خو دا واخلا عبدالله جان دا غرباء 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 ولغير الله لا نحمل الجبال غرباء ورتضيناها شعارا. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کسانی که اموالشان شب و روز آشکارا و در پنهان خرج میکنند در راه الله نزد پروردگار اجر پاداش دارند که نه اینا در روز آخرت غمگین خواهد شدند و نه اندوهگین و نه برشان رنج میرسه. الحمدلله بنیاد خیریه قمر با کمک و معاونت عزیزایی که قمر به عنوان یک پل ارتباطی انتخاب کردن امروز تا نیست که تعداد از خانواده را در واقع در شرایطی که بس مسئله جنس ماشاءالله خیلی بالا رفته است پروردگار یک رحم کنه. آرد و روغن و همه چیز فکر این یک زمان یعنی 2 برابر قیمت شده است، ولی بازم عزیزای ما کمک کردن، دستگیری کردن و این فامیلایی که شما این ویدیوی کوتاه را ببینین. دیروز ما رفتیم در سر سرک معمولا تفلکای خردسال برشان کارت توزیع کردیم به خاطر که عزیز ما که دونیت کرده بودن یا کمک کرده بودن خواستشان همی بود. شما برین ویدیوی کوتاه را ببینین، از دیروز دوباره باز میگردیم. صنف 5 مکتب هستی؟ نه صنف چند؟ ما مکتب نخوندیم شامل نکردیم. این چیز بودید؟ چی است؟ پلاستیک سوختنی. خب زه کاغذ نکردم. بیا برای سو گټې پدا کله 50 کله 80 کله 100. استا کورنۍ ستونزې به حل کیږي؟ نه نسته کار بار بیخی نسته. نشته؟ نه ټول دریادلی دی. پلاستیک جمع میکنی؟ چی میکنی پلاستیکا رو باز؟ میسوزانیم. وضعیت اقتصادیتون چطور است؟ خوب نیست بیخی. پدرت چی کار میکنه؟ کار کردن نمیتونه. روز چند کار میکنن؟ هیچ کار نیست اونو که روزیگاه که مسئولون جا کار غریبی نیست بیادر یکی کلا. چی میکنی پلاستیکا را؟ میسوزانیم. خب خانه کس نیست کار کنه دیگه؟ نه ماشا فعلا بند است حالا پال ندادن نه یعنی خب خانواده چی میخوره این حال در زمستان سر چی این بین ماشا که داد اونو میخوریم که نداد دیگه تا فعلا نکو قصدار و پزدار است. چطور است وضعیت اقتصادی تو؟ والله وضعیت نیست، غریبی است، کاروبار نیست. والله چی کار میکنه اینجا؟ چی داری؟ مزدوری میکنه و کراچی وان هستیم. با این پای میتونین ببری کراچی را؟ نه والله. خب این کار تبی کن. ما برات یک دانه کارت میتم خو دا واخلا عبدالله جان دا او دا ستا ورور کنه؟ نه دن میترسم. خب دا تو واخلا صحیح شو. این کارت بگی خیلی رابعه جان. خب ما به شما یک کارت میتم سبب این مواد تانو برین صحیح است؟ خب شکل جان ای بگی خب بله
ممنون هستیم از نیما جان 8000 کرون و همچنان از خواهرش 10000 کرون، از مادر کلان نیما جان 6000 کرون و از خالی نیما جان 2000 کرون که مبلغ 370000 کم بیش افغانی میشه و نوی جان از فرانکفورت به مبلغ 14800 افغانی و یک خواهر ما گفت اسم ما را تذکر نتین، اینا 750 پوند از طریق آنلاین دونیت کردن و همچنان آجی صاحب محمد قسیم، خالد جان، علی جان و عبدالله جان که نزدیک بر 96000 افغانی اینا کمک و دستگیری کردن. سپاسگزار هستیم از عزیزایی که کمک کردن ولی گفتن که اسم ما تذکر داده نشه. پروردگار در پرونده نامی اعمال خیر اینا حساب کنه و بالغ بر 7.5 لک افغانی در رقم مواد شده است که تقدیم این خانواده ها میشه. کوتاه با یکی از عزیزا صحبت میکنیم. دوست داریم با خدیجه گک صحبت. چیال داری خدیجه؟ خوب هستی؟ خوب است. دیروز که کارت برات دادم بازخانه رفتی چی گفتی؟ ما گفتمش که مادری کارت بگی داشته شاید سرک اول کارت نه باز مواد میتن. خب آفرین. یعنی باز حال تنها اومدی یا مادر جان تنها اومده؟ مادر ما اومده. خب بسیار خوب. و همچنان برادرک دیگه ماست. چیال داری خوب هستی؟ خوب است. کارت که گرفتی خانه رفتی باز چی گفتی؟ تو میره کاکا داده که گفت اکسوا بیا باز مواد خوراک میتن. خب ان شاء الله مشکلتان حل میشه. خب فکر کنم اسمی لاله ما نوید است. نوید است؟ خب خودت مواد گرفتی ان شاء الله مشکلات تا دیر حل خود شد بخیر. و عزیز دیگه ما فکر میکنم کاغذ جمع میکردی نه از سر سرک و کارت گرفتی خانه رفتی باز گفتی که بر ما گفتن مواد خوراکه و سرک اول پیش مسجد امام. تو آدرس در ذهنت مانده؟ در ذهنم. آفرین. ما همچنان برادرای عزیز دیگه ما که هستن اینجا کاکای بزرگوار رام دیروز ما در سر سرک پیدا کردیم. چیال دارین کاکا جان؟ ببینین تشکر، آرام باشین، زنده باشین، بسیار خوشی را احساس کردیم. مشکلات ها را خدا یک بلک اجرش بده. زنده باشین ان شاء الله. دوستایی که کمک کردن دعای خیر میکنن. خداوند تعالی قدر بوده کار کس کمک کرده خدا یک برصد بوده که مشکل ما را حل کرد. خدا یا شما را ما از کجا پیدا کردیم؟ دیروزیت دمی چیز در کلاچه بود. خب بسیار خوب. و کاکای بزرگوار دیگه است که واقعا مشکلات زندگی زیاد اینا دارن. کاکا جان خوب هستین؟ خوب است. ان شاء الله موادی که براتون داده میشه تا اندازه مشکلاتتان حل خواهد شد. بله ها. از شما از ما در سرای خلاچه از حضرت سرای ملک در اونجا که ما در تماس بودی. خدا تانه کامیاب کنه هر کس که کمک کرده شما را. خیر باشین. قبل از این کسی ما میخوام از این دوست ما پرسان قبل از این کسی مثلا در سر سرک حال شما آمده شما را سروی کرده بود و کارت داده بود بخاطر کمک یا خیر؟ خدای دې کمک قبول کړي الله پاک دې ورکړي یو په زره موږ سره پایتون هم فکر میکنم که پای مایده است پای مایده است. خدا نکنه. و این پدر بزرگوار دیگه شما بگین که قبل از این کسی نه هیچ کمک نمانین. می آدم خدا اجر بده دین و دنیا و آخرت. کامیاب باشی. زنده باشین ان شاء الله. در آینده هم بتن با یکی از مادرای ما تعداد اعضا زیاد است با مادر بزرگ اونجا صحبت میکنیم. خاله جان خوب هستین شما؟ وضعیت اقتصادتون در کجا؟ خوب نیست. ان شاء الله این مواد مشکلاتتون حل میکنه مادر جان. خدا مهربانه، خدا کمک کنه، قدش خوب کنه پاک پروردگار در دنیا و آخرت سخروی سربلند باشه که خیلی مشکل دی هستیم بسیار. زنده باشین. خیر ببینید. خب از تمام فرزندان و نونهالان عزیز خود خواهشمند هستیم که البته کمکی که شده است فراموش نکنین. شاید یک مدت اینا از کار دست از کار شاقه بکشن. ما در بین اینا یک 5 نمره داشتیم. بچه کی بود 5 نمره؟ خودت بودی؟ این خدیجه یک 5 نمره است. مضمون دری رو هم فکر میکنم که دوست داره. دری را گفت خوشم نه؟ آفرین. و یک کسی دیگه هم بود آرش جان 2 نمره. آرش عزیز. آرش اسمت نه؟ ماشاءالله این در مکتب در درجه است ولی متاسفانه مشکلات زندگی حالا دست اینا را بس از اوقات باعث میشه از تحصیل و از تعلیم باز بگیره. آرش عزیز جای کار شاقه انشالله زمستانه دیگه میتونی که از استفاده کنی و درس بخونی و مضمون جغرافیا هم دوست داره. دیروز گفتی نه؟ یعنی حافظه خوب دارم. حافظه خوب دارم. خب دوستان از یک بار دیگه سپاسگزار هستم از که کمک کردن. روی صفحات شما لینک ها مشاهده میکنین. شماره تماس در خدمتتان است. قمر پل ارتباطی میان شما و فامیل های نیازمند است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. غرباء 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 غرباء
ولغير الله لا نحني الجبال غرباء وارتضيناها شعارا للحياة إن تسل عنا فإنا لا نبالي. انشالله که مشکلات تاجر بده، خدا تاجر بده. مشکل ما رو یک ماهینه ما رو حل کردی. خدا تاجر بده. زنده باشن، بخیر استفاده کنین. بخیر دوستان عزیز، دیستریبیوشن ما تمام شد. البته اعضای خیر ببینین، اعضایی که کمک کردن خدا در پرونده نامی اعمال خیر اینا حساب کنه. با وجود این همه قیمتی هر پکیج ما نزدیک بر 11,000 افغانی شد که متاسفانه قیمت آرد و روغن و برنج و چای و مسائل خیلی بالا رفته است. امیدوار هستم که مشکلات اینا حل گردیده باشه و عزیزای ما بتونن که زمستان خوب رسپری کنن. سپاسگزار هستیم بازم از ویده دوستایی که قبلا پل ارتباطی به خودشان قرار دادن. بازم لینک ها و شماره تماس در خدمت شما است. ما انشاءالله در کمال امانت داری این رسالت اجرا خواهیم کرد. ومساء غرباء